قرنها بشریت خواسته آدم‌ها رو به سمت موفقیت‌های فردی و بهشت موعودشون هدایت کنه که این هدایت‌ها در قالب دین و انواع فرقه‌ها و انواع مکاتب اومده. بعد از سالها کندوکاو روانشناسا از فروید گرفته تا یونگ، الان روانشناسا توی دهه اخیر به طرز باور نکردنی به یک نتیجه ثابت رسیدن. برای هر موفقیت و برای هر رشد و پیشرفتی تنها کاری که شما باید انجام بدید کار روی ضمیر ناخودآگاهتونه. یعنی هر آن چیزی که باورهای شما رو شکل میده و روی تصمیمات شما و نوع برخورد شما با مسائل داره اثر میذاره، همون ضمیر ناخودآگاهتونه. اینکه شما چی فکر کنید، اینکه شما چه تصمیمی بگیرید، اینکه با مسائل چطوری برخورد کنید یا کدوم راه رو انتخاب کنید، همه به ضمیر ناخودآگاهتون مربوط میشه. این ضمیر ناخودآگاه چیه؟ ضمیر ناخودآگاه بخش عظیمی از روان شماست که در طی دوران جنینی و تا 7 سال شکل گرفته و بعد از اون برای همیشه بسته میشه. ضمیر ناخودآگاه ما بعد از 7 سالگی برای همیشه بسته میشه و همه زندگی ما طبق اصول اون داره پیش میره. 2 زمان دیگه هست که میتونید ضمیر ناخودآگاه رو دستکاری کنید. 2-3 ثانیه مونده به لحظه خواب و زمانی که هیپنوتیزم روی شما انجام میشه.